متعال شما سعی کنید به بسیار طغیانگر سعی کنید که موتر بسیار لوکس داده، خانه بسیار خوبش داره، از ما و تو کده بسیار خوب پیسه دار هست. این کلش چی است؟ به خاطر از اینکه الله متعال وقتی که در روز قیامت بازم رازی محاسبه میکنه، بازو وقتی که دلیل نداشته باشه که سعی مر یک دو روز وقت نمیگه، یعنی 80 سال وقت داده میتونه، 70 سال وقت داده میتونه. یک آن تا رو ببینیم مثلا در وقت طالبا اینقدر ریش داشت، کتا خوب لنگی کلان هم زده بود، 5 وقت نماز میامد. وقتی که حکومت کرزی آمد جبهه تراش کدیره، ما میگفتیم سعی که چقدر خوب آدم است، خبر نداشتیم که ریش از این ریش چی بوده؟ ترس از خالق نبود، از کی بوده؟ از مخلوق بوده. از خارج صدای ساز نمیامد، مجرد که همین حکومت از رفت حکومت دیگه آمد که دنگ دم 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 برادر. این چطور یک دفعه شدی؟ تو چند ساله هستی؟ 3 تا سعی کن. یک کمکی که پیشتر آمد بیخی دموکرات شد صاحب. دخترها را هم صاحب لچ کرد و زن هم صاحب بیرون روان کرد. دخترش صاحب یک شوی در فرانسه رو کرده بود، دیگه در مؤسسه است در فلان است، پشت محرم و یا پای در قصهش نیست. اینا الله متعال میگه که اینمی انسان ها را ما میبینیم، لکن برشان چی میتیم؟ فرصت میتیم که باز نگوی سوار است که پروردگار ما یک گناهگار کرده بودم، اگه من فرصت میدادی باز من بسیار خوب آدم میشدم. خب در صنف 9 لوده بودی نماز نمیخواندی، صنف 10 لوده بودی نماز نمیخواندی، صنف 11 لوده بودی نماز نمیخواندی، صنف 12 لوده بودی نماز، حالا در پانتون آمدی، حالا خز لودگی بفت، حالا هوشیار شو. این حال بسیاری کسا هست که اینمی چی هستن؟ مشکلشان